گسترش تماس‌های تلفنی. امروز همه ما با تلفن صحبت می‌کنیم، اما این سفر از یه آزمایش کوچیک در یه لابراتوار شروع شد. در سال 1876 الکساندر گراهام بل در لابراتوارش همراه با دستیارش واتسون نخستین بار موفق به انتقال صدا شد. جمله نخستین آقای واتسون بیایید اینجا، میخوام شما رو ببینم بود. این آزمایش اولیه بنیاد تلفن رو بنا نهاد. به مرور زمان تلفن‌ها کوچکتر و قابل همتر شدند. در آغاز تنها ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ از تلفن استفاده می‌کردند. اما با پیشرفت تکنولوژی تلفن‌ها در دسترس همگان قرار گرفتند و به هر خونه‌ای راه یافتند. امروزه این اختراع که ارتباط میان انسان‌ها را در سراسر جهان ممکن ساخته، به یکی از اساسی‌ترین ابزارهای ارتباطی تبدیل شده است. اگر از چنین داستان‌های الهام‌بخش تاریخی لذت می‌بری، فراموش نکن که ما رو دنبال کنی.